سلام بچه‌ها، به چنل خودتون خوش اومدین. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت ببرین. لایک و سابسکرایب چنل فراموش نشه. امروز در کافه چلستون که یکی از شاخه‌های زیبای اصفهان محسوب میشه اومدیم که در همسایگی چهارباغ و در کنار میدان نخل جهان واقع شده است و یکی از 9 باغ زیبا و بزرگ ایران محسوب میشه. عمارت چلستون تقریباً در مرکز شهر اصفهان هست و یکی از باغ‌های سلطنتی به جمله از صفویه هست و قدمتش برمیگرده به شاه عباس اول، یعنی حدود 400 سال پیش، و در زمان شاه عباس دوم تکمیل میشه. خب دوستان، اینجا هم که مشاهده میکنین استخر باغ چلستون هست که یکی از مهمترین بخش‌های عمارت هست، چون در میراث جهانی یونسکو هم ثبت شده. این استخر 108 متر طول و 16 متر عرض داره و طراحیش هم طوریه که وقتی که روی استخر وای میستین میبینید که تصویر کاخ بر روی آب میفته و توی تابستون هم باعث میشه که هوای کاخ خنک بشه. خب اولین بخشی که میتونم بگم که آدم رو خیره میکنه بهش این ایوان ستوندار هستش. ایوانی که از 20 ستون تشکیل شده و سقف چوبی آن هم با آینه کاری و نقاشی تزیین شده. هر یک از این ستون ها از یک درخت کاج یا چنار ساخته شده و الان هم همونطوری که میبینین برای حفاظت از اون یک لایه نازک چوب گذاشته تا از آسیب هایی که بهش وارد میشه جلوگیری کنه. خب دوستان، علت این که به این عمارت میگن 40 ستون این هست که این عمارت 20 ستون داره. وقتی تصویرش بر روی آب استخر میفته 40 ستون میشه و یکی از دلایل دیگری این هست که عدد 40 در زمان گذشته نشانه زیاد بودن و شکوه بوده و همین دلیل برای این عمارت این اسم رو انتخاب کرد.
خب اینجایی که اومدیم تالار اصلی هست و میتونم بگم که زیباترین بخش 40 ستونه که با نقاشی‌های هنرمندانه بی‌نظیری تزیین شده. شما میتونید در این تالار 6 تابلو بزرگ روی دیوارها ببینید. خب از این تالار برای ملاقات‌های رسمی و پذیرایی شاهان و بزرگان استفاده می‌شد. این نقاشی‌ها بیشتر تصاویری از مجالس و جنگ‌های شاهان صفویه است. این نقاشی هم مربوط به مجلس پذیرایی شاه عباس اول از فرماندارای ترکستان در سال 982 هجری شمسی. و همینطور دوستان شما هر رنگ زردی که در نقاشی ها موجود می‌کنید از طلا و طلا کاری شده است. این نقاشی ها همونطور که مشاهده می‌کنید مربوط به جنگ چالدوران بین شاه اسماعیل صفوی و فرمانروای عثمانی در سال 892 هجری شمسی است که بهتون نشون داده میشه. سمت راست شاه عباس، سمت چپ همای خارجی موقعی که افغانش هم قرار می‌کنه میاد ایران. چهار رأس شاه عباس به شیعه میشناسه. و این نقاشی هم مربوط به جنگ شاه اسماعیل صفوی با فرمانروای ازبکستان در سال 885 هجری شمسی است. دیگه همش طلای اینا.
خب دوستان، در این بخش اومدیم موزه 40 ستون که یکی از جاذبه ها به شما میره و در بین مردم ایران و اصفهان شهرت زیادی برخورداره. همونطور که میدونید در این مکان اشیاء قیمتی، کتاب و نسخه های قدیمی و سکه های تاریخی ارزشمند نگهداری میشه که در ادامه مشاهده میکنید.
خب امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب چنل فراموش نشه و اگر نظر و ایده در مورد چنل داشتید حتما برامون کامنت کنید.